لایحه تقویت تحصیلات کسبی تکنیکی و آموزش در جمهوری تاجیکستان از فعالیت کاری خود نتیجه گیری نمود. این لایحه 5 سال می شود که در جمهوری برای آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص و دستگیری نظام تحصیلات کسبی تکنیکی کار خود را به راه مانده است. در دایره لایحه مذکور مؤسسه‌های تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی ناحیه‌های تابع جمهوری ولایت سوخت ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان بهره فراهم آوردن شرایط خوبی تحصیل یک قطار کارها انجام داده شده است. مسئولین لایحه امروز به ولایت سوخت تشریف آورده از شرط و شرایط تحصیل در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی پلی‌تکنیکی شهر خوجند دیدن نمودند. در این مؤسسه تعلیمی بیش از 500 نفر خوانندگان از روی 8 اختصاص به تحصیل جلب کرده شدند. حالا اکثر خوانندگان مؤسسه در دایره لایحه علاقه به خود شرایط خوبی کاری و تحصیل را مهیا کردند. آینده کسب خودم را دوام کردن میخوام سیخ خودم را کشایم. میخوام 1-2 نفر را برای خودم یاردمچی گیرم، دستگیری کنم دخترها را. من این کسب را خیلی دوست می داشتم و همین کسب را آموختم. بنا به گفته دیرکتور مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی پلی‌تکنیکی شهر خوجند شهاب‌الدین میرزا احمدов در دایره عملی شوی لایحه مذکور بینای تعلیمی، خوابگاه و قسمی از استخوان‌های تعلیمی مرکز از تعمیر جاری برآورده شدند. و جز این با دستگیری مسئولین این لایحه به مؤسسه تجهیزات‌های زمانوی از روی اختصاص‌های منطور برقی، کفشرگری گازی و برقی، چیلانگری، تعمیر محرک اتومبیل وارد کرده شده است. به این مرکز خوانندگان اساساً بعد ختم صنف 9 و 11 قبول کرده می شوند و همکنون آنها امکان دارند با استفاده از تجهیزات‌های معاصر به تحصیل جلب کرده شوند. بعد ختم مؤسسه خوانندگان حجت نمونه دولتی یعنی دیپلم رو میگیرند و ما کوشش کرده هستیم که در همکاری با کارفرمایان با شریکان ختم کنندگان مؤسسه رو در داخل کشور با جایهای کاری تامین نماییم. همین را قید کردیم که یک قسم خوانندگان ما بعد اون که حجت‌های نمونه دولتی خود را میگیرند و همچون متخصص یک ساحه اعتراف کرده میشوند، بعضی آنها به خارج کشور هم میروند و در خارج کشور همچون متخصص در ساحه‌های گوناگون کار و فعالیت نموده است. لایحه تقویت تحصیلات کسبی تکنیکی و آموزش در جمهوری تاجیکستان در اساس سازشنامه گرانتی بین حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک آسیای رشد برای 5 سال به امضا رسیده است. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در جمهوری تاجیکستان اگنتی اجرایی لایحه بوده در نزد وزارت از حساب متخصصان بلند اختصاص که در اساس آزمون انتخاب گردیدند گروه اداره‌کنی لایحه تأسیس داده شده است. در دایره لایحه مذکور آشخانه، بینای تعلیمی و چند از صنفخانه‌های تعلیمی مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی ساختمانی شهر خوجند نیز از تعمیر جاری برآورده شده است. مسئولین مرکز تاکید کردند که این مؤسسه دوام 40 سال اخیر روی تعمیر را ندیده بود. متخصص لایحه مذکور سنگین بابایف میگوید این کلانترین لایحه در جمهوری بوده، عملی شوی آن نیز در کشور بار اول است. تطبیق لایحه مذکور از ماه مارت سال 2016 آغاز شده، عملی شوی آن در 4 قسم به راه مانده شده است. لایحه از 4 قسمت عبارت است. قسمت یکم لایحه این تجدید متدولوژی نظام تحصیلات ابتدایی کسبی است. در دایره لایحه متدولوژی تعلیم در اساس صلاحیت وارد کرده شده است و برای 17 کسب انتخاب شده که با قرار در سازشنامه گرانتی و قرار مجلس عالی در اونجا درج کرده است، برای 17 کسب انتخاب شده استانداردهای صلاحیت، برنامه‌های تعلیمی، واسطه‌های بهاداری تهیه گردیدند. لایحه تقویت تحصیلات کسبی تکنیکی و آموزش در جمهوری تاجیکستان باید ماه مارت سال 2021 جنبست میشد، اما بنابر شرایط پاندمی لایحه مذکور برای 6 ماه تمدید کرده شد و آن تا ماه سپتامبر سال جاری ادامه میکند. برای عملی شوی لایحه باشد در عموم 32 میلیون سومانی مبلغ گذاری کرده شده است. 30 میلیون از حساب بانک آسیایی رشد، 15 میلیون قرض، 15 میلیون گرانت و 2 میلیون باشد از حساب فوند انرژی که نیروی تازه است برای اینکه در تطبیق همان انرژی تازه در جمهوری و اینچنین 2 میلیون دیگر باشد. این سهم حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد. در عموم در دایره لایحه مذکور بیش از 100 عدد صنفخانه، 68 استخوانه، 87 اتاق کاری و دیگر اتاقهای گوناگون به مانند مجلسگاه، اتاق معتادی، آشخانه و کتابخانه و تالارهای ورزشی از تعمیر جاری برآورده شده‌اند. هدف اساسی لایحه باشد این تقویت نظام تحصیلات ابتدایی کسبی تکنیکی و آموزش، آماده نمودن متخصصان بلند اختصاصی در بازار مهنت رقابت‌پذیر محسوب می شود.
гузориши Фарзона Шамсӣ ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.